السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در لغت عربی قسمی 15 هستیم. ما در فعل مضارع شروع میکنیم. فعل مضارع گذشت زمان آینده را میگویند. ما موضوع را به پرگی گفتیم. 14 صیغه هست. 14 کلمه را ما گفتیم. فعل مضارع را میگذاریم. مضارع معلوم یعنی که آینده را گپ میزنند. هر کسی که این صیغه ها یعنی که این باب ها را اگر بداند، عربی گپ زنیش و فهمیدنش و کلمه سازیش همش آسان میشه ان شاء الله. ما شروع میکنیم که چه درجه نوشته شده است. یکم یجلسو، یجلسان، یجلسونا. این سه کلمه مردانگی هست. یجلسو میشیند، یک مرد میشیند، یک مرد در زمان آینده، یک مرد شیننده. یک یجلسانی میشینند دو مرد، یجلسون میشینند همه مردها. تجلیس میشیند یک زن، تجلیسان میشینند دو زن ها. یجلیس نمیشینند همه زن ها. تجلیسو میشینی تو مرد. تجلیسو رنگی کلمه بگیم زنانه واری استفاده میشه اگر که در روش رو پرو گپ زنی خطابش میکنی. یعنی که تجلیسو میشینی تو مرد، تجلیسان میشینه شما دو مرد در زمان آینده. یعنی که از آینده ما گپ زدیم. تجلیسون میشینه شما همه مردان. تجلیسین میشینی تو زنک، تجلیسان میشینه شما دو زنک. تجلیس میشینه شما همه زنها. اجلیس میشینه من، نجلیس میشینه ما همه. اجلیس میشینه من چی مرد باشه چی زن باشه که خیلی استفاده میخورد. نجلیس میشینیم چی ما همه چی مردان باشه چی زنان باشه. ان شاء الله مثال هاش شروع میکنیم. در همین کلمه با مثال آوردگی هستیم. هر یک کلمه‌اش ده. یک توبو، یک توبو، یک یفتحو، یفتحو باب المسجد. یفتحو چی است؟ یک تا مردانگی است گفتیم. یک تا چی؟ اینی که میکشاید، میکشاید باب گفته در میگن. میکشاید دری مسجد رو. میکشاید دری مسجد رو. این برای یک مردانگی بود. انا که برای دوتا یفتحانی خزانته که خزانته، یفتحانی خزانته میکشوین آن دو مردها نکی شکف رو. خزانه شکف رو میگن. دولابش هم میگن اونجایی که شکفی که رنگ بگم جای کتاب میمونده یا که گم چی میموندگی رو میگن. یدخلون فی السوق، یدخلون با مانند یجلسون، یضربون، یاکلون، می درآیند همه مردان در بازار. یکی میشه که یضربون بگوی میزنند، ینامون خواب میروند، یشربون می نوشند. همین خیلی چیزی که نباشه دیگه به همین طوری کرده رفتنش میگه. انا که یک تا زنانه را میگیم. تنام مع بنتها، خواب میرود آن زنک با همراه دخترش. خواب میرود آن زنک چی؟ با همراه دخترش. تکتبان علی اللوح، می نویسن آن دو زنها بر لوح گفته تخته را میگن یا که دستکخ ما میگیم دست کنن. یا که ینظفن البیت، ینظفن که یجلسن، یجلسن دوجه گفتیم کس همه زنها میشود. یعنی که میشینن تازه میکنن. ینظف گفته تازگی را میگن. تازه میکنن خانه را. بیت خانه میشید. تازه میکنن همه زنها خانه را. هل تنظف اسنانک بالسواک، آیا اکیجا بگیم که درباره یک مرد است رو پروش خطاب کردستی. کلمه مردانگی قدی زنانگی همش یک هست در خطاب. هل تنظف اسنانک بالمسواک، آیا تازه میکنی دندانهایت رو به مسواک. اینکه رو پروش که گپ زستی صیغه چه قدم یاری مخاطب قدم یاریشه. یعنی که در رو پروش گپ زستی این از صیغه مخاطبش میگن. مخاطب هم را میگن که وقتی یک انسان در روش گپ میزنی در نزد تو هست است، او را مخاطبش میگن. هل تريدون النوم، اینا تريدون اینه که تجلیسون، تضربون چقدر وجه گذاشتیم. آیا میخواهید که خواب رو، اینه که میخواهید خواب کردن. اینه که هل تريدون النوم، آیا میخواهید خواب کردن. نوم خواب میشود. نوم چی میشود؟ خواب. نوم.
چه خیلی که در آیات و حدیث ها رو اومدگی هستن. این کلمه انشالله با در حدیث ها که جاش اومد انشالله میگیم شه انشالله. یا که برای یک تزنک در پروش گپ میزنی. مثالی که تجلیسینه هل تأکولین تمره، آیا میخری تو زنک خورما را؟ مخاطب میگن، یعنی رو پروش گپ زستی انسان. یا که درباره دو زنکی که رو پروش گپ میزنی خطابش میکنی تفرحان بالعید، خرسند میشوید شما بعید. یکی دو زنک میگه که چی؟ خرسند میشوید شما دو زنک بعید. یا که همه زنک ها تطبخنا الخبزه، الخبزه گفته چی؟ نان میشه، خبز نان میشه. میپزن آنها، شما میپزید همه زنها نان رو، یعنی که شما همه زنها نان میپزید، یا که میپزید شما نان رو. الان که دو تا کلمه که آخران اومدگی است ایرا متکلم میگن، انسانی که خودش سخن گفته است. اکتب دروسی، می نویسم چی را؟ درس هایم را. اکتب چی؟ اکتب دروسی گفته می نویسم درس هایم را. یا که در اونجا گفتم که اکتبو با معنی اجلسو، میشینم. اینجا اکتبو مثالی همراه آوردیم، بعد دیگه کلمه ها یگان مشکل نداره دیگه، شما همه چیز به طوری کردن میتونید دیگه. یا که نجلسو بود، مثلا نفرح مع استاذنا فی ردها. نفرح گفته خرسندی میکنیم، خرسند میشیم. مع استاذنا، مع گفته با همراهی میشد، استاذنا گفته با همراهی استادمون. فی ردها گفته در زل، ما زل میگیم که خانه کلانی که در همونجا مهمون را استقبال میگن، یا که همونجا خانه کلانی که میشینن زالش میگن. این فعل مضارع بود، فعل مضارع آینده. این کلمه خواستن فعل مضارع که ماضی بسیاری بعد در لغت عرب استفاده میخوره برادران. این ان شاء الله که بعد همین حاضر ما سخن کردن، حاضر طرز سخن کردن ان شاء الله شروع میکنیم. برای که فعل ماضی را قطع فعل مضارع گذشته قطع آینده که ما گذاشتیم همین را صبر کردید سبدن که برادران که شروع تعلیم بگیرن، بعد حالت گپ زدن و قطع کس ملاقات کردن و مثلا که بیا برا گفتن و یا که یگام کس به عربی بخوای که بو کجا سفر میکنی، از کجا میره، کجا میای، کجا میره، همه همین ها را ان شاء الله با یک درس های خوب خوشرویی که برای گپ زدن دو نفر گپ میزنن باید یک سوال جواب میکنن. ان شاء الله منتظر باشید که درس های آینده بسیار درس های جالب و درس های مفید هستند که بسیار استفاده کردنشون در عمرتون ضرور میشه، چی در حدیث، چی در قرآن و چی با یک کس اگر ملاقات کردین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، آیا شما میخواهید که راه اسلام با طریق آسان بیابید؟ پس شما آبونه شوید در کانال آسانی تیوی. در این کانال آسانی تیوی حدیث ها خوانده می شود و سرود های اسلامی خوانده می شود و قصه های عجیب برای شما پیشنهاد خواهم کرد. ما برادران عزیز در این کانال آسانی تیوی در خدمت شما هستیم و شما را برادران عزیز پتفیسه کنید و به دوستانتان بفرستید تا اینکه آنها را آگاه باشند. ما در کانال آسانی تیوی با شما هستیم و شما را با ما بمانید.